الخزرجی الانصاری، سهل ابن سعد ابن مالک ابن خالد الخزرجی الانصاری ابو العباس، یکی از صغار صحابه ها. خودش و پدرش که صحابی، خودش و پدرش که گفتیم صحابی، سهل و سعد هر دوش که هم کیان صحابیان. خودش یعنی از صغار یعنی از جوان ها بودگی. یعنی قول راجح وقتی که نعم میپرسن سهله، وقتی حدیث تلاعون میدونیتون، حدیث متلاعنین. متلاعنین معنی متلاعنین چی؟ ها؟ کی؟ زن شوهر. همینه که روایت میکند سهل ابن سعد، همین قصه شدگیه سهل دیدگی. تو چند ساله بودی؟ گفتگینده سهل میگوید که 15 ساله بودم. 15 ساله بودم. یعنی این واقعه تلاعون سوره نور، یعنی سال 10 نازل شدگی. یعنی سال 10 چند ساله بود؟ 15 ساله بود. همین به قبل از هجره 5 سال پیش از این وفات کرد. یعنی وقتی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم ده 15 ساله بود. 5 سال پیش از هجره، 10 سال هجره، 5 و 10 چند میشد؟ 15 میشد. فهمیدین یا نفهمیدین؟ ها؟ تولد وفات گفتم؟ نه خطا هیچ خیلی مثلا میشه. خطا. سبق اللسان. 5 سال پیش از هجره تولد شدگی. 5 سال پیش از هجره تولد شدگی. همیننده وقتی وفات علیه الصلاة و السلام چند ساله میشد؟ 15 ساله میشد. 15 16 به رفتگی جوان بود یعنی. این که بود سهل ابن سعد ساعدی، خودش و پدرش